کار طولانیه. این رپ رو تقدیم میکنم به تمام بلاگرهای عزیز کشورم، علل خصوص آقای ویلن کارتر و خانم اموجی. پرکار بودن خیلی بستگی داره، مهمترینش انگیزه است. اگه با آینده فکر کنی کم کار میشی. ببین، بلاگری اسب وحشی که سوار کار نداره، نمیتونی کسی ازش تیر و مایه حلالوار داره، تا جایی که بلاگر هیچ فرقی با یه خلافکار نداره. پس هر کی سر میز ما اومد بگو که قرارداد نیاره. همین تا بستا زیاد شد، کم کم ورثه کم شد. از اون طرف جرمایی که با یه امضا حل شد، یعنی که سلیقه طرف همیشه دخیل وسط. همین تحمیل نظر نتیجه تخریب اثره. ولی وقتی از سر دعا بگذره کلن میگی بهتر خودم تکلیف رو یکسره کنم. تا اینجا عمرمو ضرر کردم، هزینه‌شم میدم. من که تا اینجا اومدم، پس بقیه‌شم میرم. من که از اعتماد بیجا هنوز آبستنم. بعد در نهایت میدونم اینه که باعث منم. دیدم اونه که با خنده جلو میان نکسترن، در آخر دیدم متکی به مشتی خاکسترم. البته شاید فکر بکنی بلاگری شغل منی، ولی نه، بلاگری عشقه که توم شعله بره. البته این روزا هدفم تو بیراه اسیره، سن که میره بالا میفهمی بیمایه فتیره. اسم امروز هست فردا نم، میگی چرا؟ چون فردا از ما بهتره، ما میریم کنار. نمه نمه دور و برت خالی میکنن و میبینی میپیچن. پس الان آینده رو میسازم. میگیری چی میگم؟ فهمیدم فقط پدر و مادر میگه پسرم دخترم، بقیه که این اسما ببرم مفبرن. دخترم بابا ولم کن، حرکت کاملا فله. یارو علنی میخواد تو رو با چشم حاملت کنه. میگه تا پسرم این قدمه دو چشممه، میبینی پاش برسه حاضر گردنتو بشکنه. هر کی میخواد شکمت سفره کنه، تا به خودت بیای اون دورای نقطه شده.